در دل دشت‌های سوزان آفریقا شیری زندگی می‌کرد که همه او را از یک خط عمیق روی صورتش می‌شناختند، اسکارفیس. اما کسی نمی‌دانست این زخم نشانه یک نبرد بزرگ بود. روزی از روزها، وقتی همه حیوانات دشت آرام بودند، ناگهان صدای غرش عجیب و گوشخراشی از میان بوته‌زارها بلند شد. گل‌ها ترسیدند و پراکنده شدند. همه فکر کردند یک هیولای ناشناخته ظاهر شده. اما اسکارفیس آرام ایستاد. او به صدا گوش داد و فهمید چیزی تهدید کننده در راه است. با قدم‌های محکم به سمت صدا رفت. وقتی به دل بوته‌ها رسید، دید یک ببر غریبه وارد قلمرو شده و قصد داشت چشمه آب شیرها را تصرف کند. همه ترسیده بودند. اما اسکارفیس جلو رفت و گفت: تا من ایستادم، هیچ کس حق نداره به سرزمین ما دسترازی کنه. نبردی کوتاه، اما شدید بین شیر و ببر آغاز شد. غبار بالا رفت، زمین لرزید و حیوانات از دور نظاره کردند. در نهایت اسکارفیس با یک حرکت سریع و قوی ببر را مجبور به عقب نشینی کرد. ببر غرش کرد و از سرزمین دور شد. وقتی دود به گرد و خاک نشست، همه با احترام به اسکارفیس نگاه کردند. او با همون زخم معروفش لبخند زد و گفت: قهرمان شدن یعنی ایستادن، حتی وقتی زخمی هستی. از آن روز اسکارفیس فقط یک شیر نبود، بلکه محافظ افسانه‌ای دشت شد.